خیلی وقته که مسابقه فوتبال ندادیم. باشه رئیس، من باشون هماهنگ میکنم. دامت گرم دیگه، کار نداری؟ نه قربونت، خداحافظ دیگه، خداحافظ. خب بچه‌ها، رئیس قرار زنگ بزنه تیم پرسپولیس دوباره برگرده به جزیره‌مون و باورم نمیشه یه مسابقه خیلی بزرگ و مهمی داریم که جایزش 20 میلیون دلار. من برم به بچه‌ها زنگ بزنم و بهشون خبر بدم، هممون جمع بشیم و بهشون بگم که جمعه قرار این مسابقه رو بدیم و حتما باید این مسابقه رو ببریم. اگه نبریم 10 میلیون دلار از تیم ما پول کم میشه و بودجه‌مون میاد پایین. 1 ساعت بعد. خب بچه خیلی خوش اومدین. آقا یه مسابقه خیلی مهمی داریم. فرانکی، مسابقه چیه؟ ببین رونالدو، قراره بچه با یه تیمی که فکر کنم توی ایران هم یکی از پرطرفدارترین تیماست، البته تیم تراکتور و استقلال هم طرفدار خیلی زیادی داره، سپاهان هم همینطور. بچه شما تو کامنت ها بنویسید ببینم طرفدار کدوم تیمی، ببینم توی کامنت ها طرفدار کدوم تیم بیشتر از همه است. خیلی جالبه. اگه اینجوری باشه که پس یه مسابقه مهمی داریم. آره بچه قراره با تیم پرسپولیس مسابقه بدیم. الان تیم پرسپولیس توی جزیره نیستش و قراره بیان. یه جایزه خیلی بزرگی هم رئیس گذاشته. چه جایزه بزرگ چقدر؟ بچه حدود 20 میلیون دلار جایزه این مسابقه است. 20 میلیون دلار؟ لعنتی چقدر زیاده. خب به منم بگیم بیام دیگه. خب تو هم میتونی بیای، فقط ترور لباست کو؟ حاجی من لباسه چیز شده بود، چی میگم، یکی از بچه‌ها منو تو خیابون دید، گفت میشه لباست دو بدی، منم دادم اون. لباست دادی به یکی از طرفدارای فوتبال؟ حالا لباس دادی اوکی، خب لباس دیگه ای نداری تو؟ نه والا حاجی ندارم. ای وای، خب من چجور حالا تو رات بدم با اون لباس؟ اب نداره، میام دیگه. باشه دیگه، حالا تو هم با اون لباس میای. مایکل و آقای مسی لباسای شما کجاست؟ راستش بخوای لباس من خوب داده بودم خوشویی، و دیگه دیدم لباسم نیستش و دزدیدم. خشکشویی لباس تو دزدی؟ آره دیگه دزدید، خب چیکارش کنم، ولش کن. روزهای عجیبیه دیگه. پس تو هم که لباس نداری. مایکل جان دیگه تو که لباس داری. آره فرانکی میدونی چیه، من چند وقت پیش از دوچرخه افتادم حاجی، پام پیچ، خب فکر کنم نتونم بازی کنم. معصومی؟ آره فکر کنم معصوم شدم دیگه، نمیتونم. ای بابا همتون یه مشکلی دارین که. فرانکین جان میگم خب این مسابقه حالا کی هست؟ همین فردا یا امروزه؟ سوال خوبی هم پرسیدین لاما. مسابقه یک هفته دیگه است. امروز شنبه است، جمعه قرار مسابقه برگزار بشه، جمعه صبح هم قرار برگزار شه. بچا تک تکتون میرین تمرین میکنی. این مسابقه رو ما باید ببریم ها. فرانکی خیالت راحت باشه، ما تا الان همه مسابقه رو بردیم، اینم میبریم پسر جون. ما رونالدو و مسی رو داریم. آره رونالدو، مسی، نیمار، اصلا خودمون هم خیلی خوب بازی میکنیم. آره میتونیم ببریم، ولی پرسپولیس هم بچا تیم قویه. میگم خب فرانکین جان الان تیم پرسپولیس کجاست؟ تیم پرسپولیس رو چیکار داری با اون؟ چیکار داری؟ خودمون باید تمرین کنیم دیگه. نه همینجوری سوال پرسیدم. ببین پرسپولیس که حالا دفترش تو همون استادیوم خودمون هست. تو استادیوم یه چیز هست، یه دفتری هست برای پرسپولیس، اونجا هر از چنگای بچا جمع میشن. خوبه، آدرسشون پس دارم. آره بعد اینکه بچا یه لحظه رئیس سر زنگ زدن نمیچینگه. جانم رئیس چی شده؟ فرانکی بچهای تیم پرسپولیس دارن میان. کجا دارن میان؟ دارن میان توی جزیره دیگه، امروز دارن بر میگردن، بعد توی همون استادیوم حالا